عرض سلام خدمت دوستان عزیز، یاران همیشگی گالری حس. امیدوارم که سالم خوب و سر حال باشین. با یه برنامه دیگه از گالری حس در خدمتتون هستم. سری میریم سر اصل مطلب. موضوع ویدیو امروز راجع به میگو آب شور با اسم علمی آرتمیاس و با اسم انگلیسی براین شریمپ. براین به معنی آب خیلی شور هستش. این میگو در واقع زادگاه اصلیش دریاچه‌های خیلی نمکی هستش، دریاچه‌ای که غلظت نمکشون بالا هستش و موجودات خیلی زیادی از این میگو تغذیه میکنن، از جمله فلامینگوها. دریاچه ارومیه یکی از سورس‌های اصلی این میگو هستش توی ایران. نمونه این میگو توی دریاچه ارومیه بسیار مرغوب هستش. خدمتتون عرض بکنم که توی این ویدیو من سعی میکنم که از نژاد میگوی تبتی استفاده میکنم، تیبتان آرتمیا. این میگو سایزش درشتر هستش، رنگش قرمزتر هستش و بیشتر برای ماهی‌هایی که بالغ‌تر هستن استفاده میشه. پرورش و هچ کردن تخم میگوی آرتمیا سخت نیست، ولی در واقع هدف اصلی تعداد بالای هچ کردن اونها هستش. تخمی رو که من تهیه کردم از این میگو حدود 95% هچ میشه، یعنی به صورت گارانتی اگر درست انجام بشه 95%ش هچ میشه. پس سعی بکنین اگر شما میخواین تهیه بکنین، سعی بکنین از در واقع کیفیت بالاتر این تخم استفاده بکنین. برای هچ کردن اون شما به هچر احتیاج دارین. توی بازار هچرهای خیلی در واقع زیادی هستن با مدل‌های مختلف. بهترین نوعشون این نمونه هستش که من سالیان پیش تهیه کردم. سرچ کردم، الان یه هولوش 25 تا 30 پوند قیمتش هستش. محصول JBL هستش، اسمش آرتمیو 1 هستش و من سعی میکنم تو این ویدیو به صورت ساده برای شما توضیح بدم که یک چیزی رو بسازین که شبیه این باشه. جعبه رو باز میکنیم، داخل جعبه رو میبینیم با هم دیگه و سعی میکنیم نمونه‌ای که بیشتر شبیه این باشه رو بسازیم. پس اگر دوست دارین در ادامه ویدیو با من همراه باشین. خب دوستان، این آنباکسینگ نیست، من فقط میخوام که نمونه کاری رو که قرار ازش بسازیم رو ببینین. در جعبه رو باز میکنم و به شما نشون میدم که در واقع این محصول از چه قسمت‌هایی تشکیل شده. اولش که یک پایه‌ای هستش که اگه دقت بکنین متوجه میشین که کنار اون یک قسمت سمت راستش یک سوراخ هستش و قسمت سمت چپش یک برآمدگی هستش، هم بالا هم پایین. این به دلیل این هستش که شما میتونید در واقع چند تا از این مدل رو تهیه بکنید و اگر تعداد زیادی میخواید میگو هچ بکنین به شما قابلیت این رو میده که 3-4 تا دستگاه رو با یک پمپ هوا راه اندازی بکنید. نصف لیتر 500 میل در واقع گنجایش ظرفیت این در واقع مخزن هستش. درش یک واشر خیلی خوب داره که کامل بسته میشه. این دوتا فلشی که میبینید روی هم قرار میگیره. تو قسمت بالاییش 2 تا ورودی و خروجی هستش. یک ورودی هستش که تو مرکز اون یک در واقع لوله شفاف پلاستیکی قرار میگیره که حباب از اون در واقع به این شکل یه دونه لوله بهش وصل میشه و وقتی شما در رو میبندین اکسیژن از اون قسمت شیشه‌ای میاد تا پایین مخزن و حباب رو در واقع باعث میشه که از پایین به بالا حرکت بکنه. گردش دورانی خیلی جالبی ایجاد میکنه. اگه دقت بکنید درش به خوبی بسته میشه، هیچ ریزش آبی شما ندارین. قسمت پایینش یک شیر هستش به دلیل اینکه حالا ببخشید خیلی فوکوس نیست، الان فوکوس شد. ببینید این شیر بچه قسمت پایین تعبیه شده و وقتی شما میبینید که دستگاه شروع میکنه به حرکت، گردش به صورت خیلی خوبی انجام میشه. اگه از جلو من به شما نشون بدم، گردش میگو باید به این شکل باشه و اون شیر پایین در واقع وقتی که شما دستگاه رو خاموش میکنید میتونید از اون قسمت بچه ها رو مکش بکنید. ما قراره شروع بکنیم به ساختن این نمونه و من اولش سعی میکنم که با پایه شروع بکنم، با ساخت پایه خیلی ساده با چوب. میخوام چوب MDF این رو برای شما درست بکنم. فقط دقت بکنید گردش باید به این شکل باشه و ما سعی میکنیم که یک نمونه ای رو بسازیم که به این شکل کارایی داشته باشه. خب دوستان، برای ساخت پایه من از MDF ضخیم استفاده میکنم.
مخصوصا به خاطر که استیبل تر و خیلی ثابت تر باشه، سنگین تر باشه. 15 در 15 اونو بریدم، مرکزش رو پیدا میکنم، سعی میکنم که به اندازه دهانه قوطی که قبلا اندازه گرفتم این رو با گرد بر سوراخ بکنم که در واقع باطلی اون بطری که میخوام قرار بدم روی این به خوبی توی مرکز اون قرار بگیره. حتما ایمنی رو رعایت کنید بچه ها. اگر تجربه دارین این کار رو بکنید و حتما سعی بکنید که از وسایل استفاده بکنید که امن باشه. من باید اینا رو بگم تو این ویدیو. خب قوطی که من انتخاب کردم بدین شکل شبیه همون چیزی هستش که میبینین. خدمتتون عرض بکنم که به خوبی توی مرکز اون قرار میگیره. اندازه میزنم، این سولش 12 سانت بود اون اندازه که من زدم. اینا رو سعی میکنم 4 تا پایه برش بزنم، در واقع 4 پایه درست بکنم که این بطری به خوبی روی پایه من قرار بگیره. اینجا پایه ها رو میچسبونم، چسب چوب طبق معمول، و سعی میکنم با پیچ اونا رو باز محکم بکنم که یک پایه دائمی درست بکنم. بچه میخواید مدت طولانی از این پایه استفاده بکنید، اگر خواستید میتونید از MDF سیلر استفاده بکنید، یعنی روش روکش بزنید که مثلا اگر آب بهش خورد خراب نشه، یا از هر جنسی که خواستید میتونید استفاده بکنید. من سعی کردم برای این ویدیو ساده ترین راه رو انتخاب بکنم که همه بتونن انجامش بدن. اینجا که چسبا رو میکنم و قوطی رو روش قرار میدم. خب وقتی باطل رو قرار میدم روش، یه مشکل اینجا هستش بچه، باید دقت بکنید، باید بدونید که اینجا این اتفاق میفته. خب وقتی این اتفاق میفته، اگر اون پر از آب شده باشه تقریبا تا این قسمت، با یه ضربه کوچیک که به این بطری میخوره آب خالی میشه. برای اینکه این مشکل رو حل بکنم، باز دوباره یه سطح پایین اون قرار میدم و چیزی که احتیاج دارم درب یک در واقع اسپری هستش که من این رو متوجه شدم که با درب در واقع اون بالای بطری آبم همخونی داره. اینو به مرکز اون در واقع سطح پایینی پیچ میکنم و اون سطح رو سعی میکنم که به پایین 4 پایه باز دوباره چسب بکنم و پیچ بکنم. خب این چیزیه که شما احتیاج دارید. و الان اینجا میبینید که وقتی قوطی رو قرار میدم و انتهای قوطی رو توی اون درب اسپری قرار میدم، به خوبی سر جای خودش قرار میگیره و من با خیال راحت میتونم ازش استفاده بکنم. خب دوستان، به استودیو برمیگردیم، جایی که قرار شد که در واقع نمونه اصلیم رو بسازیم از روی اون الگویی که داشتیم. خدمتتون عرض بکنم که پایه ما آماده است، خیلی خوب محکم. اون قسمت پایینش آماده است که ما بطری آبمون رو توی اون قرار بدیم. همونجور که میبینید کامل محکم وایساده، تکونم نمیخوره. خب سطح آب تقریبا تو این قسمت میاد. ما 500 میل قرار آب نمک درست بکنیم، توی این قرار بدیم. وسیله که شما خیلی احتیاج خواهید داشت وقتی که میگوهاتون هچ میشن، قطع چکون هست که اینجا بهش میگن پپت به انگلیسی. شما میتونید با این میگوهاتون که هچ شدن رو مکش بکنید و توی صافی قرار بدید که من براتون توضیح میدم که دلیل استفاده از اون صافی چی خواهد بود. وسیله بعدی باز دوباره قطع چکون بزرگتری هست که توی آشپزخونه از اینا استفاده میکنن برای کارهای آشپزی. این مقدار بیشتری رو از میگوها مکش میکنه. و سرنج 5 میل این که میبینید توی تصویر، من یه لوله شیشه‌ای داشتم که قشنگ نوک اون وصل میشه و این تمیز کردنش خیلی راحته. بدنی که بلندتر هستش کارایی بهتری خواهد داشت. در این حال شما میتونید کنترل بکنید که چقدر میخواید از میگوها رو برداشت بکنید. خب این تخم میگوها هستش که من قبلا استفاده کردم، این آرتمیکس هستش، محصول هابیت. یک میکسی هستش از نمک و خود تخم آرتمیا. خیلی من تایید نمی کنم اون رو، هرچیش پایین تر درصدش، ولی این در واقع تخم میگوهایی هستش که من توی ظرف حتما در بسته کاملا تیره قرار میدم توی فریزر در حرارت پایین که سولش 10 سال میتونن اینا تو اون موقعیت در واقع سالم بمونه و شما استفاده بکنید. این همون تخم میگوه تبتی هستش که خیلی چسبنده هم هستش. بچه مراقب باشین که با دست لمس نکنین تخم رو، به دلیل اینکه امکان داره که با خودشون انگل‌های خیلی زیادی رو داشته باشن. در این حال تنفسشون هم خیلی کار درستی نیست. مراقب باشید که وارد مجاری تنفسیتون نشه.
خب ما از نمک بدون یود یا اینکه نمک مخصوص آکواریوم استفاده میکنیم که من توی این مورد از نمک مخصوص آکواریوم استفاده میکنم. این یه قاشق مرباخوری هستش، در واقع بزرگتر از قاشق چایخوری هستش و میبینید که سرپره. این برای نصف لیتر آب کافیه و در واقع پیمانه‌ای که من از قبل دارم این به اندازه نصف قاشق چایخوری کاربرد داره و بازم برای نصف لیتر آب نصف قاشق چایخوری تخم میگوی آرتمیا کافی خواهد بود. خب حتما پمپ 100% احتیاج دارید. پمپ معمولی هستش، خودش در واقع پیچ کم و زیاد نداره، قابل تنظیم نیست، خیلی ساده است و به دلیل اینی که من از در واقع رگولاتور استفاده میکنم، از این تقسیم بندی هایی که میبینید استفاده میکنم، میتونم مقدار اکسیژن رو کنترل بکنم. در این حال اگر انشاب دیگه هم میخوام از پمپم استفاده بکنم برای جای دیگه میتونم از اون استفاده بکنم. یه بخشش به پمپ وصل میشه و بخش دیگه‌اش رو میتونید تقسیم بکنید و این هم که یک ولوی هستی که بسیار مهم است که یک طرفه است و باعث میشه که آب وارد پمپ نشه. خب میکس ما آماده است. حتما از آب تریت شده، آبی که کلور نداره استفاده بکنید، حتما ضد کلور استفاده بکنید. برای این آب درصد هچتون بالاتر میره و میگوهاتون بیشتر اونجا میمونن. میبینید که تخم‌ها رو وقتی میکس میکنید سبک هستن و روی سطح آب باقی میمونن. اینو قرار میدیم روی پایمون. از نی شیشه‌ای استفاده بکنید بچه‌ها اگر دارین، اگر نه که میتونید از نی نوش‌های مخصوص نوشابه و چیزام استفاده بکنید. نکته‌ای که خیلی مهم هستش اینه که قسمت جلویی و نوک این نی رو به صورت اوری برش بزنید، به دلیل اینی که حباب‌های هوا خیلی بهتر میان بیرون و صدای کمتری تولید میکنن، در این حال گردش آبتون هم بهتر خواهد. اینو به صورت عمودی قرار میدیم توی مرکز بطری و پمپ رو روشن میکنیم. به گردش آب دقت بکنید بچه‌ها. همونجوری که میبینید گردش آبمون خیلی شبیه نمونه اصلی که از روش درست کردیم و کاملا همه جای بطری تخم‌ها در حال گردش هستن و این باعث میشه که باز درصد هچ شما بالا بره و میبینید که فشار هوا خیلی زیاد هم نیست. خب من برای اینکه آب از اون قسمت بیرون نریزه باز از انتهای بطری استفاده میکنم. یک برش گرد روی قسمتش میزنم که اون لوله هوا از اون قسمت بیاد بیرون و خیلی تمیز در اون رو میذارم و همونجور که میبینید داره به خوبی کار میکنه. خیلی شبیه اون الگویی که میتونستم خیلی بیشتر هزینه بکنم که اون داشته باشم، این مورد هم داره کار میکنه. خب دوستان، یکی از وسایل دیگه‌ای که ما خیلی احتیاج داریم صافی خیلی خیلی ریزی هستش که من توی بازار به آسونی نمیتونم اونو پیدا بکنم به سایزی که میخوام و سعی کردم که اینو خودم درست بکنم. پیمانه پودرهای پروتئین هستش که من سعی میکنم که اون صافی رو از اون درست بکنم. شما احتیاج دارین که اون رو برش بزنین و بهتره که دقیق برش بزنین. من از بنسو استفاده کردم اینجا. شما دقت بکنید، باز ایمنی رو رعایت بکنین. اگر با این دستگاه کار نکردین میتونید خودتون با دست برش بزنین ولی دقیق برش بزنین. خب وسایلی که اینجا احتیاج دارین در واقع چسب کاغذی هستش. از هر چیزی که بخواین میتونید استفاده بکنین. این نمونه هستش که من در واقع میخوام به شما نشون بدم. چسب اپوکسی هستش، به خاطر اینکه این جنس یه مقدار نرم هستش من سعی میکنم از چسب اپوکسی استفاده بکنم. شما از هر چسب دیگه میتونید استفاده بکنید مثل چسبای حرارتی، ولی سعی کنید چسب قطره‌ای استفاده نکنید، در اینکه این چون نرم هستش به زودی میشکنه. خدمتتون عرض بکنم که توری داکرون یا پارچه سیلک، چون از جوراب‌های خانم‌ها، جوراب پریسیان میگفتن، میتونید استفاده بکنید. مثلا دونه‌های خیلی ریزی داره ولی مهم اینجاست که بسیار بسیار ریز باید باشه که میگوها از توش رد نشن. خب من اینو سعی میکنم لبه این در واقع پیمانه‌ای که برش زدم رو چک بکنم که اوکی باشه. ماسکینگ تیپ ها یا همون چسب کاغذی رو روی سطح میچسبونم که در واقع این پیمانه من نچسبه به سطح زیر. لبه کار رو از چسب استفاده میکنم به خوبی و خیلی تمیز اون رو چسب میزنم و سعی میکنم که توری رو به خوبی بکشم تا اونجا که ممکنه که تمام چروکاش گرفته بشه و خیلی تمیز و خیلی یک دست روی سطح کشیده بشه. به راحتی پیمانه رو با چسب برمیگردونم روی کار و از یه وزنه سنگین استفاده میکنم که
اون آماده بشه. خب چند ساعت بعد برمیگردم، چسب‌ها رو جدا میکنم و به آرومی سعی میکنم که پیمونه به همراه توری رو جدا بکنم که به خوبی چسبیدم و سعی میکنم اضافی‌های دورش رو قیچی بکنم و الان من در واقع یک صافی دارم که میتونم تخم‌های در واقع میوه‌ها رو توی اون صاف بکنم. خب برمیگردیم سراغ محلولمون الان با اون چراغی که مرتب باید کل روز، یعنی تمام اون 30 ساعتی که اینا در حال آماده سازی هستن بالا روشن باشه و چه تو محیط پرنور میوه خیلی بهتر هچ میشن. سعی کنید که چراغ حتما بالای سرش باشه، فضا گرمتر باشه، هر چقدر هوا گرمتر باشه توی محیط هچ شما بهتر خواهد بود و زمان هچ شدنتون هم پایین خواهد اومد. چیزی بین هوش 24 30 تا 35 ساعت طول میکشه تا این تخم‌ها به میگو تبدیل بشن و توی این مدت سعی کنید همه چیز رو ثابت نگه دارید، مثل اکسیژن، مثل درجه حرارت و مثل نوری که اون بالا هستش. خب الان می‌بینید که در واقع رنگ محلول عوض شده، از یه حالت قهوه‌ای مانند و تیره به نارنجی رنگ متمایل شده و این نشون میده که خیلی از تخم‌های ما هچ شدن. من سعی میکنم که اکسیژن رو قطع بکنم و به شما بیشتر نشون بدم که چه اتفاقی افتاده. خب الان اینجا میبینید که خیلی از پوسته تخم‌ها روی سطح آب میاد و خیلی آروم میگوها در حال در واقع ته‌نشین شدن به انتهای بطری هستن. اونجا میبینید در انتهای بطری خیلی به هم نزدیک شدن و اون قسمت رنگ خیلی نارنجی در بعضی اوقات به قرمز متمایل میشه. اگر نور موبایلتون رو تو اون قسمت بندازین میگوها به سمت نور میان و بهتر میتونید اونها رو برداشت بکنید. خب من قطره چکون رو سعی میکنم آروم وارد اون قسمت بکنم و یه مقداری از اون میگوها رو مکش بکنم برای شما که ببینید. اینجا توی قسمت قطره چکون میبینید که به سرعت اونا دارن قسمت تکون میخورن و نشون میده که هچ خیلی خوبی داشتیم. و اینا بازم قسمت پایینی بطری میبینید که هر چقدر من بیشتر صبر بکنم اون قسمت تراکم بیشتر میشه و برداشت بیشتری میتونم بکنم. به همین دلیل بود که پایین اون در واقع نمونه‌ای که ما از روش اینو درست کردیم یک شیر تعبیه کردن که شما میتونید اون شیر رو باز بکنید و از قسمت پایین مقدار خیلی زیادی از میگوها رو برداشت بکنید. پوسته میگو هم که روی سطح آب میان، خیلی هاشون هنوز هچ نشدن. شما اگر دوباره اکسیژن روشن بکنید اونها هم توی در واقع ساعات آینده از تخم بیرون خواهند اومد اگر در واقع پروسه خیلی درستی رو انجام داده باشین. اون قسمت که میبینیم به سرعت همه دارن تکون میخورن و حتی یه قطره‌ای هم که از قطره چکون اونجا افتاده میلیون از این میگوها داخلش هستن که غذای خیلی خوشمزه برای ماهی‌های شما هستن. این هم یک نمای نزدیک برای شما که بهتر ببینید که چه مقدار میگو میتونید با یک بار در واقع هچ کردن برداشت بکنید. خب من برای در واقع شستشوی میگوها شدیداً به شما پیشنهاد میکنم و توصیه میکنم که این کارو بکنید، بدون که این میگوها توی آب نمک بسیار غلیظ هستن و این آب نمک نباید وارد آکواریوم شما بشه، به خاطر اینکه برای خیلی از موجودات مخصوصا حلزون‌ها و بچه ماهی‌های شما مضر هستش. برای همین شما میگوها رو که وقتی از اون بطری آب خارج کردین روی این صافی که با هم دیگه درست کردیم بریزین و وقتی نگاه میکنی متوجه میشه که چقدر متراکم هستن و اون دیگه آب نمک با خودش نداره. اون لیوانی که میبینید من اونجا پر کردم شما میتونید از آب آکواریومتون برداشت بکنید. برای نمونه برای شما نشون دادم به این شکل شما میتونید اونا رو بشورین، آب نمک رو از میگوها جدا بکنین و در واقع اونا رو بسیار غذای مناسبی بدون هیچ در واقع مورد اضافی وارد آکواریومتون بکنید و همین باعث میشه که سدیم و خیلی از موادی که شما لازم ندارین که وارد آکواریومتون بشه با شستشوی میگوهاتون اونو از بین بره و به راحتی اون رو در اختیار ماهیاتون قرار بدین. و در انتها میتونید ببینید که ماهیاتون با چه اشتهایی اونا رو میخورن. فقط نکته آخر این که حتما فراموش نکنید که فیلتر رو باید خاموش بکنید، به دلیل اینکه این موجودات بسیار کوچک و ریز هستن و با هر گونه فیلتر
تو آکواریوم شما جابجا میشن، بهتره که تهنشین بشن تا میگوها و ماهی‌هاتون بتونن به راحتی اونا رو بخورن. خب دوستان، یه ویدیو دیگه هم تموم شد. امیدوارم که استفاده کرده باشین، به کارتون بیاد و لذت برده باشین. اگر دوست داشتین این ویدیو رو حتما لایک بکنین. اگر تازه به چنل ما وارد شدین و چنل ما رو میبینین لطفا سابسکرایب بکنین، اون زنگوله کنارش یادتون نره و حتما برای من کامنت بذارین. کامنت های شما به من دلگرمی میده که ویدیوهای جدیدتر بسازم. لطفا روی این لینک بالا نگاه بکنین و توی اینستاگرام من اگه دوست داشتین برای من پیغام بذارین و با من در ارتباط باشین. امیدوارم که هر جای دنیا که هستین سالم، خوب و سرحال، مثبت و پر انرژی باشین. روزگار خوش. خدا نگهدار.